دوستان سلام، صبح زیباتون بخیر باشه. امروز هم یه دونه سیلو داریم با ایراد بدکار کردن و دود سیاه. اولین کاری که روی ماشین انجام میدید شمعای ماشین رو باز میکنید. همونطور که مشاهده میکنید شمع به شدت دوده زده و سوزنهای این ماشین خرابه و داخل این ماشین، داخل همه ماشین ها، این ماشین که سیلوه، یه سنسور داره به اسم سنسور مپ. این یه شلنگ داره، اگر این شلنگ در بیاد هم موتور بد کار میکنه، هم دود سیاه میکنه به شدت و مصرف رو میبره بالا. پس اولین کاری که میکنید شلنگ رو چک کنید از لحاظ شل بودن یا نشی داشتن. پس این کار انجام دادید، این شمع هم جنس متفرق از شمع اصلی بندازید و سوزن‌ها رو هم شستشو بدید. دوستان شمعای باز شده رو با شمعای اصلی و جنس خوب تجویز میکنید. فیلرش هم حتما چک کنید دهنه شمع بسته نباشه و فیلر 85 باشه. داخل خودروهای خانواده دیو سنسور اکسیژن مدل 5 بعضیشون داره بعضیشون نداره، ولی اکثرا اونایی که سنسور کربن داره. روش تنظیم کردن این سنسور به این صورته که شما پایه 1 و 2 رو با اوهمتر میذارید روی اوهم، با اوهمتر پایه 1 و 2 رو اندازه میگیرید و عددی که به شما میده باید تقریبا باشه 6 و 80. 6 و 80 زمانی که داد پایه 1 با 3 تونم، اگر به سمت 12 باشه مصرفتون میاد پایین و هر چقدر بره به سمت 13 مصرفتون میره بالا. همونطور که مشاهده میکنید پایه 1 با 3 12 و 74 و این مصرف این ماشین خوبه.